سلام بچه ها قراره 24 ساعت میشه مسئولی من کنترل کنه و من واقعا نمیدونم چی در انتظارم هست و من دیگه شروع کنیم. من از هوش مصنوعی چت جی پی تی پرسیدم. اولا که گفتش که ساعت 8 بیدار شو. الانم ساعت دقیقا 7:59 دقیقه است. من یکم زودتر پا شدم، بعد 7:30 پا شدم که مثلا بزنم سرعت بشورم و موامو درست کنم و این چیزا، ولی اینکه ثابت بشه نگاه کنیم. خب بچه‌ها، من از هوش مصنوعی که استفاده کردم چت جی پی تیه. اگه دوست دارید که دفعه بعد از جمینای یا هر هوش مصنوعی که شما میگید اون منو کنترل کنه، توی کامنت ها بنویسید. اولا که گفته 8 پاشو و 5 دقیقه حق نداره روش رو چک کنی. حالا من میخوام الان برم دور تختم یا همطور وایسم و 5 دقیقه هیچ کاری نکنم. برای تایمر بذارم. بچه ها 5 دقیقه است. خب بچه ها تمام شد اون کار. الان ساعت 8:07 است. گفته ساعت 8:10 این کار بکن. گفته که تختتو مرتب کن و الان من بعد 2 دقیقه وایسم یا نه، چون الان شد 8:08. خب بچه ها ساعت 8:10 شد. برم در بیارم. بچه ها عملیات انجام شد. اینو چت جی پی تی بهم گفت که بگم، پرسونم میارم اینجا و من وقتی تختم مرتب میکنم بگیر نگیر داره و این شکلیه که الان نگرفته، چون خیلی بد مرتب کردم، ولی بعضی وقتا انقدر خوب مرتب میکنم که انگار از این پرسنلای هتل مرتب کرده. ولی خب بعضی وقتا مثل بچه 2 ساله مرتب میکنم و الان واقعا مثل بچه 2 سال مرتب کردم و خیلی زشت شد، ببخشید، و دیگه انجامش دادم، ولی انجامش دادم. خب بچه ها الان دیگه میخوام صبحونه بخورم. الان یه دونه گردونه گفته توی یه دونه گردونه. من گردونه ندارم، از این برنامه نصب کردم. گفت از اونجا صبحونت انتخاب کن. من توش اصلا چیا نوشتم؟ نون پنیر نوشتم، توی سبز نوشتم، هیچی، یعنی هیچی دیگه نمیتونم بخورم. دوباره از اول بندازم، تخم مرغ، پس چای، اوتمیل و نون پنیر. اینا این چیزای گردونه. حالا بندازیم ببینیم چی. خب دوباره بندازم، تو دوربین معلوم نیست ولی نوشته دوباره بندازم. خب بچه چای، نمیدونم میبینین یا نه، نوشته چای و من خیلی چای دوست دارم. خوب شد هیچی بهم نیفتاد، چون مجبور بودم هیچی دیگه نخورم برای صبحونه و الان میتونم چای بخورم. خب بچه ها من چایمو ریختم. مگه اردیبهشته، چون من اردیبهشتیم و اینجا خصوصیت اردیبهشتی رو نوشته. بذارم براتون بخونم رندوم. قانع، صبور و آرام، پرتحمل، با محبت، متعصب، عنصر وجود خاک، شعار من دارم، سنگ خوشیمن، یاقوت کبود و سیاره حاکم زهره. خب حالا بچه من چای ریختم تا خنکشه. چت جی پی تی گفته که گفته بخور بعضی کار رو انجام بده، ولی من میذارم خنک بشه اون کار رو انجام بدم بعد بشینم بخورمش. گفته با دستی که دست اصلیتون نیست، مثلا اگه چپ دستین با دست راستتون، اگه راست دستین با دست چپتون، که من راست دستم، چیز کنین، نقاشی بکشید. که اولا من راست دستم، با چپ اصلا نمیتونم هیچ کاری بکنم و دومی که نقاشی من افتضاحه، یعنی واقعا میگم بچه 6 ماه از من خوشگل‌تره
میکشه و من واقعا نقاشیم افتضاح. دفتر خطدار فکر نکنم باید باشه، من دیگه ندارم همینو دارم. گفته یا گربه بکش یا گل بکش. گربه که خیلی سخته، من گل میکشم. میخوامم این گله رو بکشم، خیلی سخته این گله. قطعا میتونم این شکلی، اولا که ببینم اصلا میتونم بکشم بعد رنگش کنم. وای بچه این اولین برگشه خیلی زشت شد. وای بچه این دوربینم ببینید. خب بچه الان چند ساعت میگذره و اولا که بخش دوباره تختم نامرتب شد، روش دراز کشیدم دیگه، هیچ کاری چت‌جی‌پی‌تی بهم نداده بود و الان چت‌جی‌پی‌تی بهم گفته که با 5 تا وسیله‌ای که تو اتاقت هست یه دونه برج بساز و اگرم خراب شد باید دوباره از اول بسازی. خب این از اولی. تموم شد 5 تا شد. 1 2 3 4 5. چالش بعدی چت‌جی‌پی‌تی اینه که 1 دقیقه جلوی آینه صحبت انگلیسی کنه، انگار 1,000,000 نفر داره منو دنبال میکنه. تو میتونی، تو باید بتونی، تو حتما میتونی، فقط باید بتونی. تو چیت کمتر از بقیه است. چرا تو باید بشینی تو خونه اکسپلور گردی کنی ولی یکی دیگه که همسن توه بره دنبال آرزوهاش؟ خب تو هم برو دنبال آرزوهات، گوشت اصلا بهتره کن، برو را برو بدو، صبحونه سالم بخور، مثل من 24 ساعت هرچی چت‌جی‌پی‌تی بگه رو انجام نده. اگرم میخوای بیفتی روی روال این کارا و مثل یک آدمی که ساعت 5 صبح بیدار میشه و ساعت 6 ظهر میخوابه، اگه میخوای همچین آدمی شی بیا پکیجای منو بگیر. وای بچه فکر کنم 2 دقیقه شد. 2 دقیقه فقط دارم حرف میزنم. وای ولی خب این کارم تموم شد. خب بچه من رفتم دوش گرفتم، که چت‌جی‌پی‌تی گفت و گفت برو دوش بگیر و یکم از کتاب، یعنی یکم کتاب بخون. منم جودی رو آوردم، خواستم جودی بخونم. و بچه ممنون که تا اینجا ویدیو رو دیدین. اسم من رینه. بای